سلام، من صدفم و اینجا پترومه. این دوشنبه اومدم با یه پت فکت دیگه که بهتون بگم گربه شما چاق نیست، شما توهم زدین. اتفاقا اون شکم آویزونی که دارین میبینین برای سلامتیش خیلی مهمه. اون چیزی که باید ازش بترسین ورم شکمشه، نه اون. که گربه‌تون داره میدوه یا نشسته یه تیکه از شکمش آویزونه، اون موقع به خودت گفتی وا این بچه که لاغره، پس این چیه؟ نکنه مریض شده. اون تیکه از شکم آویزون گربه‌تون که اگرم بهش دست بزنی خیلی نرم و شل و سفتی شکم ما انسانا رو نداره، یعنی منظورم اینه که مثل شکم ما انسانا سفت نیست. مثل شکم ما انسان سفت و محکم نیست، بهش میگن کیسه شکمی. این کیسه شکمی بخشی از ساختار بدن گربه هاست و هیچ مشکلی نداره و اینجا پتمو هم داره بهتون میگه که اصلا نگران نباشی. حتما الان با خودت میگی کدوم شکم کدوم کیسه، چرا من ندیدم؟ دقیقاً این داره راجع به چی حرف میزنه. همه گربه ها چه نر چه ماده این کیسه رو دارن. حتی گربه های لاغر و اونایی که اهل گردش و زبرم هستن میتونی توشون این کیسه رو ببینی. حتی شیر و ببرام اینا رو داره. مختصر و مفید بخوام بگم این کیسه از دوره بچگیشون هستش. الان حتما به خودت میگی وا پس چرا من ندیدم؟ معمولا از 6 ماهگی به بعد معلوم میشه. توی گربه هایی که سن بیشتری دارن و مسن‌ترن بیشتر هم دیده میشه. هر چی سن گربه بره بالاتر این کیسه آویزون‌تر میشه. در حدی که قشنگ تکون میکنه میشه قشنگ دیدش. اینو البته باید بدونید که توی گربه های ماده این کیسه بیشتر معلوم میشه. توی یه سری نژادها مثل بنگال، ژاپنی و مصری هم به دلیل اینکه کیسه‌شون بزرگتره راحت‌تر میشه دید. حتما با خودت الان میگی که بودنش مشکل ایجاد میکنه یا نه. بودنش فرقی نداره و نبودنش هم اصلا مهم نیستش. همه چی برمیگرده به ژنتیک، نژاد و تغذیه گربه. گربه‌ها شکمشون رو به هر کسی نشون نمیدن مگر اینکه به اون آدم خیلی اعتماد داشته باشن. برای اینکه پوست شکم گربه‌ها خیلی نازکه و تمام اندام‌های حیاتیشون داخل شکمشونه و اگر آسیب ببینه جونشون از دست میدن. این یه تکنیک بقا برای گربه هاست و کیسه شکمی میتونه مثل یه لایه لباس اضافه سپره محافظتشون بشه. دومیش اینه که اون شکم شل آویزون باعث میشه که گربه‌ها بتونن قدم‌های بلندتری بردارن و توی چرخش‌ها و پرش‌ها عملکرد بهتری داشته باشن. آخرش هم اینه که نقش آذوقه رو براشون بازی میکنه. زمانی که یه مقدار چربی توی اون شکم آویزونشون داشته باشن، موقعی که گرسنه‌شون بشه اونو میسوزونن و باعث میشه که بدنشون احساس ضعف و بیحالی نکنه. این هم یکی از نکته‌های بقایی که بهتون گفتم. کی باید نگران باشیم؟ این وسط یه چیزی هست به اسم ورم شکم گربه که خیلی با این کیسه اشتباه گرفته میشه. تغییر حالت شکم گربه‌تون. اگر یادتون باشه بهتون گفتم این کیسه خیلی شل آویزونه، ولی اگر دست زدین و سفت و محکم بود باید به پزشک مراجعه کنید. دام پزشک. دومین نشونش تغییر حرکتی توی گربه‌تونه. اگر اون شکم آویزون موقع راه رفتن گربه‌تون اذیتش بکنه باید شک بکنید. حس کردن یه سری توده داخل شکمش. اگر که به این کیسه دست زدین و احساس کردین که یه سری توده و یه سری چیزا احساس میکنید سریع به دامپزشک مراجعه کنید. تغییر شکل دادن این کیسه. اگر یادتون باشه بهتون گفتم این کیسه خیلی شلوول و نرمه. اگر دست زدین و دیدین که اولا خیلی سایزش بزرگ شده و تغییر یهویی داشته و سفت شده باید نگران باشید. علائم دیگه مثل کم اشتهایی، ضعف و بیحالی، سخت نفس کشیدن، استفراغ یا کاهش وزن خیلی زیاد. اگر هر کدوم از اینا رو دیدی با گوشیت با دامپزشکای آنلاین پتروم صحبت کن تا راهنماییت کنه. این نوشته‌ای که اینجا می‌بینی به معنی بزرگ شدن شکم گربه است که میتونه به خاطر توده، مایع، بزرگ شدن اندام داخلی یا حتی بیماری باشه. یکی از دلایل مهم ورم توی شکم گربه‌ها جمع شدن مایع هستش که باید حتما علتش رو پیدا کنیم چون میتونه باعث بیماری‌های خیلی جدی مثل کبدی، قلبی، عفونت و حتی سرطان باشه. اگر ورم شکم گربه‌تون زیاد باشه گربه سخت میتونه نفس بکشه برای اینکه به دیافراگمش فشار میاد. از اون روی اشتهاش هم تاثیر میذاره و باعث میشه که استفراغ بکنه. دامپزشکا برای تشخیص ورم شکم گربه میان آزمایش خون میگیرن، معاینه فیزیکی میکنن و رادیوگرافی و سونوگرافی انجام میدن. درمان ورم شکم گربه با توجه به علتش انجام میشه. گاهی وقتا لازمه که جراحی انجام بدیم، گاهی با دارو مشکل حل میشه و گاهی هم لازمه که مایع رو خالی بکنیم. اما هر کیسه شکمی هم ورم شکم گربه حساب نمیشه، پس الکی نترس. اما حواستون باشه که کیسه شکمی با شکم چاق گربه‌تون اشتباه نگیرین. اینا کاملا با هم متفاوته که الان بهتون
شکم چاق گربه چه شکلیه؟ شکم چاق برخلاف کیسه شکمی اصلا شلوول نیست و تکون تکون نمیخوره، مثل ورم شکم هم نیستش، توی کل اون قسمت پخشه و وقتی که گربه به پشت میخوابه یا میخواد روی پاهاش وایسه به وضوح میشه دید. شکم چاق گربه باعث میشه که از پشت شبیه کوزه دیده بشه، یهو از قفسه سینه به پایین پهن میشه، قشنگ چربیار از پهلو میشه دید. و فرق اصلیش اینه که گربه‌مون خوب میخوره، سالمه، پس یعنی مشکلی نداره، ولی خبری از ورم شکمی نیست، از اونورم خبری از کیسه شکمی نیستش. یعنی رسما گربه‌مون یه گربه چاقالوه. اما چاقی گربه مشکلات خودشو داره، مثلا سقف از جاش بلند میشه، کم تحرک، حال نداره، حتی حاضر خوابیده با شما بازی کنه و دنبالتون نداره. پس فکر نکنین که چاقی بهتر از اونه، چون چاقی باعث میشه که دیابت بگیره، فشار خون بگیره، آرتروز بگیره و حتی دچار مشکلات قلبی بشه. برای همین بهتون پیشنهاد میدم از برنامه غذایی پتون برای گربه‌تون استفاده بکنید تا بر اساس سنش، نژادش، میزان فعالیتی که داره، وزن و همه اینا یه برنامه غذایی اختصاصی داشته باشه تا همه چی تحت کنترل باشه. لینک دریافت برنامه غذایی براتون توی توضیحات نوشتم. توی کامنت ها بهم بگو که گربه تو کیسه شکمی داره یا که چاقالوه. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا یه دوشنبه دیگه و یه پت فکت دیگه. خدافظ.